سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان خوب و همیشگی رباتکده. امروز هم بررسی حساب قبلی رو داریم در بازه زمانی یکم ماه سوم از سال 2025 تا 15 ماه سوم 2025. ببین توی این 2 هفته چه کار کرده. خب حساب $76 کار کرده به نسبت اون 2 هفته قبلش که نزدیک به 30% تا 31% کار کرده بود. اینجا خیلی کمتر کار کرده. خب این قدرت ربات رو میرسونه. احتمالاً در اون بازه زمانی بازار یه تلاطمی داشته یا شرایط معاملات خوب نبودن، باز با اینها ربات مثبت بوده و از مارجین حسابمون هم کم نشده. میبینیم نمادها همون نمادهای قبلی هستند که ربات روشون کار کرده و مثل همیشه تشکر میکنم از همه همراهان که در یوتیوب ما رو لایک و سابسکرایب میکنید، در اینستاگرام ما رو لایک و شیر و مورد حمایت قرار میدید و در کانال تلگرام ما هم عضو هستیم که ما همیشه بتونیم براتون اطلاعات خوبی رو قرار بدیم. از اون اطلاعات استفاده کنید، از ربات‌ها و اخبار، از اطلاعات در جهت سودآوری خودتون. و در پایان هم مثل همیشه برای تک تکتون آرزوی مارجین $100,000 دارم و انشالله که همیشه در سود باشید. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.